Elvan kızım. Ha, merhaba Server teyze. Geçmiş olsun Elvan'ım. Benim gelin dediydi çıktığına. Sağ ol. Bunca aza da Meral baktı ama. Bacın olmasa gözün olsun. Anla gibi bakabilir mi? Pek bir süzülmüş gördüm. Elinden geldiğince baktı o da. Aman insan eti ağırdır be kızım. Hadi durma fazla soğukta, üşütme çocuğu. Götür eve. Sağ ol. Bir tanem benim. Söz sana. Bizim de evimiz olacak. Bundan sonra kimsenin kapısına minnet etmeyeceğiz. Söz veriyorum sana. رفیقان تسر حرکت کنیم زود زودتر جانم بر اومد تولوردا چی احوال است جوانان آمده میروند آهسته آهسته میآیند تو چگونه دختری ساده هستی من همین رو پرسیدم من میپرسم که اردم آمده است اردم کیست آخر من به تو نشان داده بودم رفیق جناب جیم است جوانی زرینه بود ای بوسه کی نامی او را فهمیدیم کارت نباشد روی خط دعوت شدگان رو ببین شاید آنجا قید شده باشد آی فکری بهتری درست میبینم شاید آمده باشد برای آن که دیگرش آمده است دیگرش کی؟ همانه که سبب شد من از کار رفتم بسیار خوب آخر آمده است ای دختر برای آن که اینها به مانندی اتاس فتاس ارمیس هستند دایما همراهند سرای جان شما نوشاکی ها رو ببرید بوسه و ازغور شما شیرینی ها رو پیشکش نمایید دخترها زودتر زودتر من با تو بگویم که این فکر میکند که ما پریده میتوانیم با فکر من هم همین خیلی سرای زودتر خوب شده است رئیس هنگامی از مکتب بر اومدن معلمه زنگ زد
تو حق هستی نزلی جان. بیا ورقه امتحانات رو از نو تفتیش میکنیم گفت. خانزان دخترم حقت رو طلب کرده گرفته توانستی. آفرین. دستانتون درد نکند مادر جان. او شود دخترم. میلش من برای اجرای وظیفه خانگی هم میروم و پس از اون نشسته فیلم تماشا میکنم. بسیار خوب. فیلمی شوق‌آور باشد با من هم خبر ده. خوب شده است. دستان درد را نبیند. خیر با پدرم اویدی چی صحبت کرده که بعدا نقل میکنم گفتی؟ تو چه مسخره میکنی ایسون؟ سبب جیغ زدن پدرت و موضوع صحبت ما را خودت خوب میدانی. اصلا تو با پدرم مسخره ور صحبت کرده جیگر نشون نداده ای. کوتاه کنیم؟ شما چی در دارید؟ از من چی میخواهید؟ او تنها میخواهد بسیارتر پول کار کنیم و صاحب زندگی آسوده شویم. کجای این بد است؟ از برای خدا ایسون و تو چی نمیرسد؟ برای آن که همراه دوگانه های هوا بلندت روزهای استراحت به خارج رفتن نمیتوانی، برای همین غمگین میشوی. ببخش، خواهش های تو را اجرا کرده نمیتوانم. میدانم که بسیار دشوار است، اما به این نارسایی ها عادت میکنی. بس است، بس. با شما بود چی نمیرسد؟ عذر میخواهیم. از نام خودت عذر پرس. اپا در کجای چیکار میکنید؟ خدایا به من صبر عطا کن. آسیا اپام در خانه توست؟ فهمو اگر یکان خبرش نوی مرا هم آگاه کن. میلش جانم خیر. روی خطی دعوت شده ها رو دیدم، اعدام نیست. بختت اومد نکرد. بگاز دادروزی برکت بزا دروزش میایی. خواهش میکنم. فردا من باید در شرکت باشم. جیم با شما همراه میشود. پدرم بی‌صبرانه مرا انتظار است. به این هم در یک روز کار را به من سپارید. من هم اومده نمیتوانم. باز در آنجا شب نشینی است. به فیلیس تو پیسند هستی. او را طرفی من تیله نکن. میدانم برای بسیار پر استعداد بوده که این دفعه یکون چیز رو نریزوندی. آفرین. آیا تو رو مجبور میکنن که این حرف رو میکنی؟ برای چی؟ خندوار نبود؟ اگر اجازه دهی از پسی کارم شوم. وعده میدیم که دفعه آینده تو رو میخندونم. دفعه آینده؟ بله. تو مرا نظارت میکنی؟ بله. در همه جا باتشی مرا نظارت میکنی؟ بله. باز یکون سوال داری؟ گوش کن، من کمی باشد هم آدم خوب هستم. نه، من باید از پسی کارم شوم وگرنه تکرارا میرونم. تو کمی بیرحم هستی ها؟ کمی یک راو نیستی؟ یک راو نگو. من گرسنه‌ام. ها؟ گرسنه شکمم گرسنه. همش رو میخورم. آن؟ میلش من میروم. من گرسنه‌ام. همش رو میخورم. میگویم توبه من رو نمیفهمی؟ همش رو؟ بله همش رو میخورم. با لذت است. بسیار با لذت.
سلام میرال، چه حال دارید؟ خوبم، سلامت باشید. شما رو تشویش میدهم. هیچ کم نه. چطور گویم اپام از من رنجید و تلفن جواب نمیدهد. من خواطر شدم. آیا از سحر تا این جانب با او صحبت کردید؟ نه، صحبت نکردم. اما اگر در تمام شود به شما خبر میدهم. خواطر نشوید. فهمم. تشکر زیاد. شب بخیر. Talişka gole gidiyor. Beşiktaş 3'e gidiyor. Talişka bıraktı. 3 mü geliyor vuruşma Belfora. Beşiktaş adına kaçan inanılmaz bir pozisyon daha var. Atak sürecek. Sol taraf Talişka. Sol çizgiyi. Raporo orta içeri. Talişka sağ çaprazdan Silas'ya sokuldu. Vurmadı. Açıktaki balı gördü baba. Tekne Silas'e. Bora'nın soluna ama Bora. Kurallara gitmesi gerekiyor. Beşiktaş uzaktan çıkartıyor. Talişka arkadaşına da alıyor. لابی الو الوان. سلام فواد، چه حال داری؟ چند مرتبه زنگ زدم از شما خواطر شدم. درست، بازی فوتبال رو تماشا میکنیم، برای همین نشنیدم. در کجای؟ مبادا به شما یگان چیز لازم نیست؟ نه ما در خانه اوسیه، خواطر نشم. فهمو. شبی خوش. شبی خوش. چی شد؟ ای ایستا با آروبای کودک نرس. تو چیکار میکنی؟ چیکار کرده ایستاده ای؟ دار برو دار خانم شما خوب هستید؟ خوبم. آب میخواهید؟ سلامت باشید. ایستادید من خودم کمک میکنم. تشکر، زحمت نکشید. هیچ گم نه. تشکر زیاد به شما. خیر خواهرم، سلامت باشید. سلامت باشید. با تو چی شده؟ از یگون چیز نترس. من در نزد می باشم، از یگون چیز نترس. حالا از اینجا می رویم. آرام شو. می رویم. جناب فؤاد، یگان خبر هست؟ در خانه خانم آسیه بود همراه سلیم. شما خواطر نشوید. فهمیدم. تشکر زیاد. اپا. سرای؟ لبای. چی شد؟ با من یگان چیز نشده است. با تو چی شد دوگانه جان؟ هیچ چیز؟ با خدا که چیز؟ کمی پیش شما رو دیدم که فوق با فوق مونده صحبت میکردید. سفسطه نگو بوسه، چه اهمیت دارد؟ اهمیتی بسیار دارد. گوش کن، اگر اویدی چی صحبت کردی بگویی، من هم گپم رو با تو میگویم. اوید یگان چیز صحبت نکردیم، باز گپ زده مرا عصبی کرد. خب مایلش، نزدیک بیا ای دکتر، این مخفی است. هم گفتنی جیانی مدیرمون هست کو؟ از او شنیدم تو را همین بچه به کار برگردانده است. چی؟ ها، معلوماتی درست است. خوش آمدید. خسته نباشید. تشکر. پدر، خوب شد که به اینجا آمدیم. بیا به اینجا میشینه. دیر بود کلاپاچه اینجا رو پزمان شده بودن. ببخشید،
با من کالاپوچه بیارید. خوب شده است. پدر شما؟ نه با ما تنها دو چای بیار. حاضر رفیقانمون میآیند. حاضر میارم. کی میآید؟ حسن همراه پسرش. حسن و علی؟ آنها چی میخواهند؟ نوش جان باد. تشکر. او گفت که با فرزندان نشسته صحبت کنیم دیگر ابلهی نکنند. آدم شوند. گفت که من پسر خودم را تنبیه میدم تو پسر خودت را. من راضی شدم. پسرم تو از گلسوم و سرای کلانتر است این را بدان. در نزدشان یگان جوان را دیدی اول فکر کن بفهم که او کیست چی میخواهد. اما پدر آن علی حیوان دوی مصباح سرای میگردد. تو از کجا میدانی پسرم؟ از کجا میدانی؟ سرای دختر کلان شده است. شاید او خودش دوست میدارد ولی گفته نمیتواند. شرم میدارد. هم من با حسن صحبت کردم او بعضی چیزها گفت. انا آمدند. خوش آمدی حسن. عطیف و فیلیز نگاه کن با اون دخترک نمیگرد. برای چی؟ برای آنکه رشک میکنه. و فکرم حس کرد که بین تو و اون دخترک چیزی هست. در بین ما شبهه بودنی چیزی هست؟ آخر برادر از اینجا نگاه کنی همش معلوم میشه. تو چی کار میکنی؟ تو دیوانه شده یا؟ فکر کرده گپ زنید شما با من برخورده. واه این رو بینید گناهگار از باز گپ میزند. فیلیز شد آرام شو. آخر این حق ندارد که با من این طور مناسبت کند. آرام شو. همه کارش را به خوبی فیلیز فهمیدم آرام شو. خطای تو با او برخوردی. خطای من گفتی؟ بله خطای تو. جیم تو همراه با فیلیز رو. اقلا شما یه مشکل شوید. بیا یک به هوای تو من ببریم. گناهگار شدم. روید فیلیز روید. احتیاط شو که دستت رو نبری. فهمو نرس. با یاری و حمایت احتیاج ندارم. من کسی را حمایت نمیکنم. نخواستم که جنجال شود. همش همین؟ بله همین است. مرا تکرارم تو با کار قبول کننده ای. برای چی این کردی؟ برای آنکه خطایم رو اصلاح کردم. خطا کردم. مرا خوب گوش کن. با تو تشکر نمیگویم برای آنکه حس منتداری رو ندارم. من در هر قهوه خانه استانبول با کار در اومده میتوانم. برای آنکه من سخت کار میکنم. برای آنکه از مانده شوی و به خواب ماندن نمیترسم. پولی در یک شب خرج کرده تو برای من خرج ماهانه میشود. اما من خوشنود هستم. و تو برای پیش خدمت دقت جلب کننده نیستی. فهمو؟ Bugün o yüzüne gülen dost sandıkların yarında yanında چی شد بگونه جون؟ در آنجا؟ ne hala kötü günde firarda içi بله اونجا ایستاده است. بسیار خوب. خوشرویی که گفته تو پس از سخنهای من از جایش جنبیده هم نمیتوانم. چی ها گفتی؟ زود نقل کن. دوستم تو به این دختر چیکار داری؟ من نمیفهمم. جیم این دختر از فیلیز یا دیگران فرق دارد. بسیار فرق دارد. همینطور. بسیار دشوار اما ارزنده است. میارزد. گوش کن برادرم حسن. استانبول شهر کلان است اما محله ما خیلی کوچک است. پسرت از هر گوشه محله پیش سرای پیدا می شود و این خوب نیست. میدانی آوازه می شود. یعنی این مسئله حساس است. آخه رمزی وضعیت این خیلی نیست. وقتی کلان ها گم میزنند تو گوش کن. راست میگویی رمزی. شاید من گناهکار باشم برای آنکه باری هم دردی دلی پسرم را پرسان نشدم. علی هوسمندی کرده خطا کرد اما رفت باشد خواهرش را حمایت کرد و من امروز با علی صحبت کرده بودم. نیتی پسرم نیک است و من همچون پدر طرفدارش هستم اما میخواهیم که با رسم و آیین شود. احوال دختر معلوم است. پدرش وفات کرده است اما مادرش
این کار به ذمه هر دوی ما میماند برادر. همینطور. نه پدر، در اینجا دلی من تنگ شد. بشین پسرم، بشین. تا این وقت کار کرده به این سن سال رسیدیم. من بعد میخواهیم که خرسندی فرزندانمان را ببینیم. اگر وضعیت همین خیل باشد ما به دخترم سیرای خواستگار هستیم. اگر مناسب دانید به خواستگاری بیایید و نیتمان عملی شود. مالش البته، یعنی اما پدر ولی پیش از همه اگر نیت علی همین باشد من باید اول سیرای را بپرسم. این چنین باینگه هم باید شناس شوند. راست میگویی. کاری تقدیر. سلامت باشه دخیر رمزی. تو هم سلامت باش. گیر پسرم خور. نه حاضر وقتی این نیست. خدایا باید ماشین را در جای خوب مان کنم. پسرم آیا دریا داری که پس از فروزان شدن علامت سوزشواری 3 کیلومتر میرفت؟ سلیم ببین سرکنده های دانه در هوا. تماشا کنیم. بسیار زیباست. یگانجا ایستاده تماشا کنیم. حاضر یگانجا می ایستم. این رو کشویم. اکنون ولایت رو می پوشیم. باری آخر کدام حکایه رو نقل کرده بوده؟ شخص برای یافتن ثروت زیریابی با جستجو میبراید. جستجو میکند اما پیدا کرده نمیتواند و ناامید شده و دیگر اقیانوس رفته نمیشود که به یادش میآید.
میکنم. به این هم چیزی نمونده است. تمام گرفتم. من رفتم خیلی. Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. چیکار میکنی؟ من باید با تصادف ها احتیاج نداریم و اگر زنگ زدن خواهی و جمع کردنی باشی در وقت خواسته زنگ بزن. بگیره. من عطیف. سرای. Böyle zulüm olur mu gözünü seveyim. Adını sorsam söyleyemem yemin ederim. Ellerim titriyor. Of bir ateş basıyor. Özlemek bu dokunmakla geçmiyor. سلیم خوب نخوری باز بچه جان. داروهایت رو میخوری سلیم جان. صبح خیر سلیم. صبح خیر. صبح خیر پسرک زیبایم. صبح خیر عزیزکم. اکنون داروهایمان رو میخوریم. در شکنی بیر. من هادی رفته برای خوردن یگان چیز میارم. زود میایم. من رو انتظار شم. دخترم ببخش من با دیگران اندرمان شده تو رو ندیدم. با تو چی در کار؟ نه من چیزی جستجو کردم رو نیفتم. سلامت باشید. خدایا ما رو ببخش. سلام. بفرما آپا. یک چای دهید با نزدی ماشین برای کودکم میبرم. مایلش. مال دفعه مگه یک چای بده است. با کودک از من اذیت شود. سلامت باشید. آپا این کودک بیمار است.
باید بمانم. دخترم خدا شفا بخشد دخترم. سلامت باش. گلسوم مادر دخترم تب نداری؟ خیز دارو و خوراکت رو بخور. مادر من ناراحت هستم، دلم چیزی نمیخواهد. خیز دخترکم، خیز برای چیه که من خیز وگرنه من میرنجم. خیز مایل شما روید، من میآیم. نمی شود بوسا، آخر من هوس ندارم. هوس نداری؟ این کار نکن که وقتی آمدنم قریب بود که همدیگر رو میبوسیده، گویا که این هزل باشد. این طور نیست. خیر میلش، شاید او حالا از خواب بیدار نشده است، وگرنه می نوشت. این رو بدان که بویها از خواب دیر میخیزند. برای چی بوده است؟ برای آنکه کمبغلها به جای آنها کار میکنند. سرای گوش کن، اگر با این عاشق معشوق شده به من اردم رو شناس نکنی با تو عموما گپ نمیزنم. میلش بوسه، سرم رو درد کردی. در قهوه خونه با میخوریم. خیر فهمو. خیر این را بین، در روزنامه از نرخ و نوا شکایت دارند. پدر، به این هم مردم در بازار از نرخ شکایت دارند. خیر چیکار کنیم؟ فروشنده ها هم حق هستند. چی لاش پسرم؟ صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. سوزان، یگان خوراک سرغذا نیست؟ آخر بیار که خوریم. تمام روز در بازار گرسنه‌ایم. حاضر. شما شنید مادر جان، من میارم. بسیار خوب پسرم، بیار. درک نزد یخدان است. دخترها در کجاند؟ هنوز نخستند. سرای لباس میپوشد. گلسوم باشد شکم درد شده است. شکم گلسوم هنگامی بودنی کار درد میکند. مرحمت پدر جان. سلامت باش. سوزان گوش کن، یک گپ است. خلاص دیروز صبح بخیر. صبح بخیر. دخترم عطر نو خریدی، بوی خوش داشته است. شاید برای این پول زیاد داده باشی، خدا میدونه. نه ینگه، این عطر نیست، خوشبوی آبی کودکان است. برایتان چای بیارم؟ البته دخترم. آفرین. میدانی دیروز من همراه رفت به یک درد شکمت موند دکتر جان؟ کمتر بهتر شد. رمزی تو چی میگویی؟ نه هیچ گپ نیست. تمام بیا. مان سرای با من هم چای میدهی؟ سرای جان تو باید به کار روی. من خودم به همه چای میریزم. تمام. تشکر اکا.
خیر این طور باشد من میروم. صبحانه نکردی دخترم؟ شین یگان چیز خوب؟ نه امک من گرسنه نیستم. به نزد سلیم میروم بعد به کار میروم. به نزد سلیم میرفته است. در جای سلیم شمال میوزد. مادرت کودک را گرفته رفته است. چی؟ سوزان به خدا این کودک معیوب را در این زمستان خنک عذاب میدهد. نانگا شما چی ها میگویید؟ به کجا برده است؟ من از کجا دانم دخترم؟ های سرای دخترم ایستا. 18 را داشته نمیتوانی. چی شد مگر دروغ گفتم؟ خیز پسرم میرویم. از سحری بر وقت تبم را خیره میکند. مادر چی شد؟ من یکون چیز رو نفهمیدم. تو کودک بودی و از قفویم نانی در شیر آمیخته گفته میدویدی. این رو بسیار پسند میدیدی. معقول بود. حالا ببین نانی در شیر آمیخته شده تیار است. کنی دهانت رو کشو پسرکم. کشو جونیوچه کشو. آفرین با پسرم آفرین. این رو با آخر رسانیم بعد دورو رو میخوریم. پسرکی زیبایم همش میگذرد. صبر میکنیم پسرکم. شکر میگوییم که از چند سال جدا بودن خلاص شدیم. میدونم که این طور خوب نیست اما همش بسیار خوب میشود. خدا بزرگ است. انشاءالله همش خوب میشود. من باور دارم. پسرکی زیبایم آفرین به پسرم. یک لحظه لباید جنابی پلیس. خانم تمام شب ماشینتان را در اینجا مانده اید. مردمی محله شکایت کردند. وای جنابی پلیس من ماشین رو به یک اونجا برده نمیتوانم. یعنی مواد سوزشواری تمام شده است. فهمو خانم این خیل کی باشد مجبور خودمون حل کنیم. چه خیل؟ آخر خانم آدمگری نمرده است کو. با شما همون قدر مواد سوزشواری میدیم که تا به خانه‌تان رسید. من چی گفتنم رو نمیدونم. تشکری زیاد به شما. نمیارزد. مسئله مهمانخانه باردوم را باید حل کنیم وگرنه دیگران فکر میکنن که چی مشکلی است. برای همین به مسئله پول اهمیت نداده. بسیار احمقانه است. بسیار احمقانه میگویی ولی من حیران نمیشوم. برای آنکه درباره کاری من یگان معلومات نداری. فهمو چخلی که معقول باشد همون خیل کن. تو چی فکر داری پسرم؟ عطیف پسرم. لبای پدر در همین جایی؟ در همین جایم پدر. پسرم پدرت میگوید که به مهمان خانه در بودروم بوده خریدار هست فروشیم. اگر شما مناسب دیده باشید. نه خیالش در دیگر جا. پسرم تو از کارها دلگیر شدی. اگر مانده شده باشی به یک گنجای رو کمی استراحت کن. عصبهایت رو آرام کرده بعد بیو. مادر واهمه نکنیم من خوبم. یگان مشکلی ندارم. بسیار خوبم. حتی حالا میخیزم و به شما اشتیایتم. این چی مشکلی دارد؟ وقتهای آخر دوی ما همین خیلی است. چی لاج؟ جوان است. شاید اگون چیز رو شنیده باشد. با فکرت از اگون چیز شبه کرده باشد. تو واهمه میکنی. خودت میدونی. اما بخشش اکرم که من به مانند تو راحت شده نمیتوانم. آخر ما با عطیف دروغ گفتیم. سلامتی آن کودک خوب است گفتیم. دروغ گفتیم. یک ثانیه. ما نگفتیم. تو گفتی. بله گفتم. اگر گفته باشم هم برای نیکی پسرم گفتم. لیکن تو هم یگان چیز کنی بسیار خوب می شود. تمام تنها دل نزن. من هم یگان کار میکنم. هر چی خواهی بگو عملی میگردد. مثلا این شام برای تناول خوراک روید. مرد به مرد پدر و پسر شینید. شاید یگان چیز باشد که به مادرش گفته نمیتواند. نقل میکند مشکلیش رو میفهماند. خلاص بدونید که چی در داشته است. تمام خاطر نشو. گفتی تو میشود.
من میفهمم که او چی درد دارد. همش پس از گفتنی من. Hangi ünlü 20 kilo birden verdi? Az sonra. Yıllardır balık etli olmasıyla birlikte اینجا بیا مویت رو جمع کنم. yeni haliyle çok konuşulacağı benziyor. Estetik müdahalede bulunduğu iddialarına ateş püsküren güzel oyuncu hangi yönlü مادر ها اگر من همینقدر خراب شوم با من چی میخری؟ چیزی که خواهی. مثلا گامبورگری بسیار میخواهم. خیز بسیار گپ نزن و به مکتب رفت که دیر شد. چرا داد میزنی؟ سنم از سحر مرا دیوانه نکن. خیز. O bunu yalanlıyor ve başkaları için değil, kendim için bir karar aldım ve uyguladım. Ben de çok memnunum diyor. Aldığımız yeni bir duyuma göre gardırobunu yenilemek için Milano'ya giden güzelimiz bu yaz plaj kıyafetleriyle de olay yaratacağı benziyor. Oh apa. سحری بر وقت نمونده که کمتر خوب روم. اینجا چی گپ است ها؟ تو چی کار میکنی؟ هیچ کار نمیکنم. با کی زنگ میزنی؟ با اپام. جواب نمیدهد. احتمال وقت ندارد. شاید باید وقتش باشد. سفسطه نگو چنگیز. اپا صبح خیر. من چند مرتبه به تو زنگ زدم. بیا درو. وقت ندارم. برای گرفتن رخصتنامه ماشین آمدم. اقلا سلیم رو بیار تو که نهاری کند. رخصتنامه ماشین رو بیار. من وقت ندارم میرال. خوب شد است اپا. آیا تو البسته هستی؟ ها؟ تنجیر است؟ با کدام روی به اینجا آمدی؟ مرحمت اپا. ایستا چی گپ است؟ اوه خانم ملوان رو ببینه. این رو چی کار میکنی؟ با تو چی چنگیز؟ چی کار میکنی گفتم؟ کاری تو چی؟ با من ده. نمیدهم. چنگیز با تو میگویم با من ده. چی کار میکنی؟ با من ده گفتم. نمیدهم. چی کار میکنی؟ با چی کار کردنم تو چی کار داری؟ با من ده. چنگیز. دیگه. دوری دیگر با من نغمه نکن. فهمیدی؟ بیگورس اگر این رو از بینیت نبرارم مادرم آق کند. تو حالا ایستا. چنگیز یک طرفیست. خدا همتان رو لعنت کند. تو حالا ایستا. برابر دیدن اپا تو هم از خود رفتی. حالا تو هم ایست. جزای تو رو هم میدهم. من چی کار کردم؟ باز چی کار میکردی؟ از کیسه هم رخصتنامه رو گرفته دادی. نمیبینی که ماشین رو بفروشد؟ او صاحب ماشین است. خواهد میفروشد. حق دارد. حق چی؟ ها؟ زنی قاتل حق دارد. کی مهنت میکند و کی راحت میبیند. چنگیز اپام نه در یگانجا کار میکند نه پول دارد. اینقدر هم به انصاف نشود که گناه است. بس کن. اینش باز کیست؟ سرای سلیم کجاست؟ آنها کجایند؟ مادرت گرفته رفت. بس است. مادرش میرود دخترش میآید و دخترش میرود مادرش میآید. این چی گپ است؟ اینجا خونه زنبور است ها؟ او را با کجا برد؟ به خدا که نمیدونم. کمی پیش آمده رخصتنامه ماشین رو گرفته رفت. خاله کاش که نمیگذاشتید که سلیم رو ببرد. آخر او مادرش است. چه هم باید میگفتم؟ من خواستم که مانع شوم اما زنی که به شوهرش رحم نکرده است آیا به من رحم میکند؟ با کجا میروند؟ با کجا؟ چی کار میکنند آخر؟ من به تو میگویم
انیق به نزد ادوکاتش رفته است. انیق ادوکاتش؟ دخترک تو خواب کن مادرت باشد. خدایا چینگیز به او اهمیت نده. او سفسطه میگوید. بله ها خاله رقم تلفنی او رو به من دهید زودتر. مجلس 1 ساعت پیشتر برگزار میگردد. با اکرم اویدی فروختن مهمان خونه صحبت کردیم. تو غالب شدی. چیزهایی هست که باید به تو نقل کنم اما در اینجا گفته نمی شود. شاید بگاه مجلس میکنیم ها؟ جناب اکرم چی؟ همراه با عتیق پدر و پسر به تناول خوراک شام می روند. معما نمی شود. تو پستید به خدا که به شما گفتم ارزش این ماشین خیلی پست است. به نرخی گفته‌اند خریده نمیتوانم خواهر. با این طور بودنش اهمیت ندهید که ماشین خوب است و هیچگاه در راه نمیمونید. اگر کمبودی نداشته باشد چرا میفروشی؟ معلش 10,000 لیره میدیم. از این زیاد نمیدیم. همین هم تنها به خاطر این کودکی معیوب. تشکر. فرما این طور باشد زود به خرید و فروش شروع کنیم. معلش اسماعیل یک لحظه اینجا بیا. همراه این زن رو مسئله ایجاد گذاری را بی. خوب شد است نکن. جزدانم رو گیرم. سیره خوش آمدی. خوش باشید اپا. کودک رو گرفته رفته است و در کجا هم نمیدونم. بسیار خواطر شدم. تمام اینقدر خواطر نشو. آرام شو. چی خیلی آرام شوم؟ برای چی کودک رو میبرد؟ چی حق دارد؟ از برای خدا این خیلی نگوی. او مادرت است. او به من مادر نیست. این همش گذشته رفت. خی اگر به اینجا بیاید به من خبر دهید. میلش سیرای گوش میکنم ایسان. به ترکان مادر من زنگ زنم یا تو زنگ میزنی؟ از سبب سرکاری فراموش کرده ای. امروز زود روز نسلی است. فراموش نکردم اما برای چی مادرم راجع میزنی نفهمیدم. برای چی؟ تو پدرم رو حرمت نکردی گفتم من هم به مادرت نحرمتی کنم. بسیار دوراندیش هستی ایسان. سلامت باش. خیر من خواستم که یک چند دوستی اویلمون رو دعوت کنم اما نزلی رد کرد. اقلا بابا و بیبیش اشتراک کنم. میلش من با نازی نقشه خورده دارم. برای مادرم تاکسی را روان میکنم. او رو میارد. میلش خیر. نازلی امروز زاد روز دارد. به پیشوازی مادرت من میروم. خاطر نشم. به تو زحمت میشود. این خیلی نگو برادر. سلامت باش. طبعت رو خیره نکن. خواهر افلسون های پوسیده رو دادن. خوبش رو انتخاب کن. نرخش اینقدر قیمت است و اما بسیار ملایم. آبا جان اینها از آهن نیستند که چرا پخش میکنید؟ این پوسیده است اخیر. خیر نمیگیریم. نگیر رفتن گیر. یا خدا. اکا سیب دیهم. بیایید سیبای خوب. رفت چه حال داری؟ خوبم اکا خوش آمدید. گپ نیست. خسته نباشید اکای رمزی. تشکر. چینگیز سوزان به من گفت برای زنه رو نجات دادن در بین جنجال افتاده ای. یا خدا. بله یک چند نفر بودن اکا. آخر تو به بیگانگان چی کار داری؟ پدر جانی خیلی نگوید. اکای چینگیز یک نفر باشد هم کاری دو کس رو میکنند. همین خیلی نه اکای چینگیز. به حرمت خدا بس کن. اکای رمزی رجوان اومد. خیر. رخصت نامه ماشین رو گرفته رفت. انیق میفروشد. نه وای طاهر وای. اولین روزی که ماشین رو خریده بودن در یادم هست. رحمت ماشینش رو در یک روز 2 بار میشست. اکا امر ده.
تو رفته مانع شوم. خدایا چی ها میگویی؟ به این هم من او را باز زندانی میکنم. حالا میبینی همین طور. به او بگو که به چشمم ننماید، هرگز با من روبرو نشود. فهمو آقا، بینم میگویم. سلام علیکم. و علیکم السلام. تو با من وعده دادی بعد 10 روز میدیم گفتی، انا 10 روز گذشت. ای نظام به یگان جور نمیگریزیم کن، مثل غارتگران میآیی میدیم. تو چی ها میگویی؟ حقم را طلب کرده گناهگار شدم. مالش تمام، بعد 2 روز میدهم. خیر مالش میبینیم. اکا خیر تو بازی، من رفتم. رفت خیر. بازی نکن. خسته نباشید. بسیار دیر اومدم بوسه. واهمه نکن، مدیر هم حاضر اومد، من حل کردم. تشکر زیاد بوسه. هیچ گپ نیست. زنگ زن. چی؟ بعدیف زنگ نمیزنی، زود زنگ زن. بوسه سرسته نگویی؟ ای دختر باید چالاک باشی که او جوانی خوب است، وگرنه او رو از دستت میگیرن، تو تماشا کرده مینشینی. بوسه واهمه نکن. خیر میلش، تو کسی را معقول نکن. خوب اف تمام. خدایا توبه. دخترها چرا راست دادید؟ چرا نمیشینید؟ ببخشید. سیره تو با آشخانه گذار، کار بسیار است. سلام جناب، خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت. خوش آمدید. مرحمت. گذارید. تشکر، سلامت باشید. با نام الله آمد. چی آمد؟ از آنی تو آمد، در تالار است. بسیار زیبا هستی رفت. آخر بوسه در میزی نشسته است که این کاری توست. تو باید آنجا را پذیرایی کنی. من کار دارم، رفتم. اپا پول دارید؟ پول داشته باشید به ما کمک کنید. گم شو از اینجا. اکا سخت گرسنم، کمک کنید. التماس اکا سخت گرسنم، التماس کمک کنید. اکا التماس گرسنم، کمک کنید. تردیهید مرا، تردیهید. ای بچه اینجا جایی گدایی نیست، رو از اینجا. ای تو هم روید از اینجا. روید از اینجا، شماره میزاجانی ما کم میشود. روید از اینجا. ای تو چیکار میکنی ها؟ من گفتم که مشتری ها ناراحت نشوند. کدام مشتری ناراحت شد؟ کی ناراحت شد؟ گوش میکنم، کدام مشتری ناراحت شد؟ یعنی جناب اینجا قهوه خانه با نفوذ است. آخر اینجا مشهور است میزاجان. مشهور ها؟ مشهور. دودر گرامی، اکنون چیکار میکنی میدونی؟ با این رفیقانم در یک میز نشسته همراه خوراک میخوریم. البته جناب، چه خیلی که شما میخواهید. بیایید بچه ها، بیایید. بیایید بچه ها، بیایید. با اینجا گذارید، شینید. ای دختر، رم خدمت کن. سلام. برای منیو تشکری زیاد. چیکار داری محرم؟ سلام چینگیز، چیکار داری؟ چخیلی که میبینی آواره‌گردی میکنی.
تو بازدید مالش خیر تو بازدید اینجا است برادر ماشین میخری؟ نه تنها میبینم این ماشین از آنی با جای رحمتی هم است حالا باشد ینگه هم میراند دیدم رخ ظاهر کردم ها درست میگویی این ماشین را من خریدم یک شریکم همراه ینگه برای حجت گذاری رفته نه همین خیر بله اکا پرسیدن عیب نیست با چند پول خریدید؟ چخیلی که میبینی من ماشین کنه است ولی من به 10,000 لیره راضی شدم آن زن به پول نیاز داشته است باز پسرش بیمار بود اوه پول خوب داده اید پسرش را در آن حال دیدم و پولی کم دادن نخواستم در حقی من دعا کند بس است البته خدا راضی شود از تو هم سلامت باش براری کار خیر سلامت باشید تو هم مرحمت تشکری زیاد اپا. تشکر اپا. اشتیایتون خوراکتان رو باید تمام کنید فهمیدید؟ فهمو. خوراک خنک نشده به خوردن شروع کنید زود تو دائما همین خیل هستی؟ چی خیل؟ یعنی خود نشان دهی نمایشات میکنی نمایشات با استفاده کودکان ها؟ با فکر تو کمی باز بیرحمی نکردی؟ آیا این سخن گفته شونده است؟ مرا ببخش این خیل گفتنی نبودم نه چونین یاد رو دارد اکا با فکرم این اپا شما رو معقول کرد باید همراه چای نوشه توبه اینها رو ببینه من در همین اطرافم اگر یگان چیز لازم شود جغ زنید ای جوانک خوب تو این کار معقول شوی رو از کجا میدونی ها؟ از تلویزیون یاد گرفتم توبه خوراکتان رو تیز سر خوردن گیرید اوه چه خوبه پول رو گرفتی اکنون کیف میکنی ها مرحمت خدا مشکلیتان آسان کنه تشکر با شما روز خوش تشکر میرویم مرحمت واه این زیباگی رو ببین اینها از نام ما لطف کردید خانم خود نشان دهی من زود میایم بیا دخترم سلام حساب کنید از این پول نانی سر گرفتم رو نیز بگیرید هیچ غم نه دخترم وای ارزشی نداشت برای من ارزش داشت هیچ غم نخور آخر ما آدمیم باید این رو فراموش نکنیم آدمگری تو حال بوده است با واسطه شما به یاد آوردم تشکر زیاد همه چیز اکنون بسیار خوب می شود اکنون به جستجوی خانه می رویم
ташаккури зиёд. боз интизор мешавем. дар ҳақиқат интизор мешавӣ? албатта. ҳамчун мизоҷ доимо. ҳамчун муштарӣ, фаҳмо. албатта, бояд чӣ хел мешуд? бале, охир лайливу маҷнун шуда наметавонем. ту чиҳо мегӯӣ? ин тавр намешавад. ба фикри ман ҳам сафсата аст. сафсатаи калон аст. ин тавр бошад, ба ту барори кор хоҳонам. рӯзи хуш. то боздид. хуш омадед. салом. о, бародарам. ба ҷои кори ман бехабар аз ман, а? барои наҳорӣ кардан омадам. наҳорӣ? наҳорӣ? субҳона бигӯ. аз осмони ҳафтум ба замин фаромадӣ чӣ? ҷем, ин саҳар дар ҳақиқат ба ту бардошт кардан наметавонам. бале, ту ҳам рост мегӯӣ. агар сераи бошад, ҷем чӣ лозим аст? хайр, ман рафтам дӯстам. то боздид. то боздид. کمی دیگر مان در اینجاست. ایستا، با تو من کمک میکنم. تشکری زیاد. در اینجا یک حجره داره. در اینجا باشد لباسدان استفاده کرده می شود. استفاده برید. حجره خورد نیست. به فکرم برای شما کفایه است. پستی و بلندی های زندگی ما را آدم می کند، ولی از آبهای زندگی باشد ما را شیطان می کند. من نمیگذارم که پول آن ماشین به تو نصیب کند. آتشدان هم در همین جاست. می توانید زمستان را بی دشواری گذرانید. بیایید آشخانه را نشان دهم. میبینیم. میشود. آشخانه در اینجاست. تشکر. در بالا هم است. ببینیم. مرحمت. یگونم. تو خاطر نشو. اینجا بسیار زیبا میشود. خانه‌مان رو با گل تبدیل میدیم. فهمیدی؟ حاضر میویم. مرا گوش کن معیوب، کاری خدا را دانسته نمی شود. اگر روز سیاحت شده به گپ درآیی و مرا خبر کشی، جزایت را میدیم. فهمیدی؟ به مادرت سلام گوی. تشکر. این طور که باشد ما این خانه رو به اجاره میگیریم. شما شرطنامه رو تیار کنید، من به شما کمی پول میدهم. مایلش. تمام. پسرکم خاطر نشم. من چخیلی که گفتم این جای رو بسیار زیبا میکنم. باور کن که از خانه کهنه‌مان هم زیبا میشم. فهمو؟ بخشش، دخترم زنگ زده است. هیچ گپ نیست. پسرم، دیدی که اپاد با ما زنگ زده است؟ دیدی؟ ببین، اپاد با ما زنگ زده است. با اجازت شما. دادرم کجاست؟ دخترم، خانه رو از نظر میگذارانیدیم. بخشش که نشنیدم. سلیم کجاست؟ در اینجاست. ما همراهیم. شما در کجایی؟ سرای دخترم. بگویید که در کجایی؟ مایلش.
این طور باشد پس از 1 ساعت در ساحل با میخوریم. بوسه من از مدیر اجازت گرفتم میروم که دادرم بیمار شده است. با کجا؟ بخشش چی خیلی؟ در اینجا پول نیست. در درون جزدانم بود. در اینجا نیست. کسی آن را دزدیده است. خانم آرام شوید. چقدر آرام شوم؟ پولم نیست. من در همینجا مانده بودم. کی می‌دزدد؟ شاید در راه افتاده باشد. نه نفتاندم. من همینجا گذاشتم. در همینجا بود. باور دارم. مرا ببخشید. من به شما بهتر زنگ زنم میشود؟ مایلش کنم. ایستو پسرم. حاضرم. اگر اجازه بدید من کمک میکنم. سلامت باشید. تشکر. تشکر باشید. نمیارزد. دخترم تو چیکار میکنی؟ یک طرفی سرای دخترم یک طرفی گفتم دخترم تو چیکار میکنی؟ اصلا شما چیکار میکنی؟ کودک رو با کجا برده؟ شب رو در کجا روز کرده؟ کمی آروم شو من با تو میفهمونم. اویدی چی صحبت کنیم؟ اویدی چی؟ از اونجا بر اومدید اما من میمونم که کودک رو آورای کوچه کنی. سرای با تو ایستا گفتم. اگر ایستم چی میشود؟ برای چی ایستم؟ شما پدری ما رو کشته، شما ما رو بین هوا گرفتار کرده. آیا شما عقل داره؟ سرای التماس این طور نکن، خواهش میکنم قربانت شوم این طور نگو. در نزدی دخترت. در نزدی چی شده است؟ چی شده است؟ فکر میکنه که نمیشنود، فکر میکنه که گپ زدن نمیتواند، فهمیده هم نمیتواند. میدونم که این طور نیست. آخر تو مرا گوش کن. برای چی شما رو گوش کنم؟ برای چی گوش کنم؟ اگر شما مادری نیک میبودید این کودک رو آواره کوچه نمیکردید، او را اینقدر عذاب نمیدادید. سرای این طور نگو. چی نکنم؟ چی نکنم؟ باز به حیاتی ما داخل شده. روید از حیاتی ما، روید با کجایی که خواهید روید. ما به شما احتیاج نداریم. سلیم در نزد ما میستد یا اینکه در نزد خاله. شما نیستید و نیست شوید. ایستو. آیا تو زخم‌های در پشت داشته دادرت را دیدی؟ آیا در پایش ایزی بوریش را دیدی؟ اگر یک مراتبه آمده با اون وقت میگذراندی آنها را میدیدی. شاید آن وقت مرا کمی میفهمیدی. میدونم که برای دادرت جانت را میدی، اما یگان روز رفته زخمهایش را دیدی؟ من در چنین احوال با میرال نمیدیم. هرگز نمیدیم. مرا فهمیدی؟ مشغول شدن نتوانستم، نگاه بین هم کردن نتوانستم. میدونید برای چی؟
برای اون که من هر ساعت ساعت 6 از خواب میخیزم، نهاری تیار میکنم، طبق و کاسه و لباس های افلاس رو میشویم. همه نهاری میکنند اما من به کار میروم و در مدت 1.5 ساعت به کار میروم. تمام روز راست ایستاده خدمت میکنم، 12 ساعتی پورا کار میکنم. باز میدونید که باید خندان رو باشم. برای اون که مشتری ها پیش خدمتی ترش سیما رو دوست نمیدونم، بگاه به خانه میروم و 2 ساعت به تنبه ماشین ها میمونم. خانه میروم، دسترخوان میکشم، خوراک تیار میکنم و بعد شستشو میکنم. باره هم آواز من میبراید، آواز من میبراید، نمیبراید. برای چی؟ برای اون که آنجا خانه امکم است. مسخره کنن، جواب گردانده نمیتونم، رانن، جای رفتن ندارم. چرا؟ چون اویله ندارم، خانه ندارم. اصلا اویله داشتم. اویله من در کجاست؟ بشما نشان دهم. اویله من در کجاست؟ بشما نشان دهم. با من بیایید، بیایید. ببینید اویله در اونجاست. بیایید، بیایید، ببینید در زیر این خاک میباشم. شما هممون رو آنجا گذاشته، سلیم مرا و پدرم رو آنجا گذاشته، ما رو پریشان کرده. محبس بهتر است اما بیرونی خیل نیست. بچی مایمون میخندن و از قوا باشد فرزند قاتل میگفتن. میدونید که بے پدر بودن چقدر دشوار است، بے خانه بودن، بے اویله بودن. آیا به دیگران محتاج بودن چیست شما میدانید؟ من فهمیدم، با واسطه شما ما هر دو فهمیده. فکر نکنید که سلیم گپ زدن نمیتواند یا با پا خسته دردش رو گفتن نمیتواند. از همه خوب او میداند. شما هم فهمید. ببینید با ما چی کار کردید، ببینید. بهوده آرزو نکنید، من بعد شما نیسته. هستم، انکار کنید هم من مادر شما هستم. شما هر دو کودکی من و جانی من هستم. من کودک نیستم، من کودک نیستم، کلان شدم. آیا نمیبینید؟ وقتی که شما پدرم رو کشتید من کلان شدم. پسر جانم، وعده میدهم که همه چیز رو اصلاح میکنم. همهش بسیار خوب میشود، خواطر نشو. بس است، این کودک رو بهوده امیدوار نکنه، هر دویمان رو امیدوار نکنه. گیرید. اصلاح میکنم. حالا میبینید اصلاح میکنم. سلام علیکم جمال. و علیکم السلام. گوشت نقص هست؟ با من گوشت در کار. با تو گوشت نمیدیم چنگیز، دیگر قرض داده نمیشود. توبه استغفر الله. کی قرض پرسی داده؟ نفهمیده و گوش نکرده گپ میزنی.
حالا با من 1 کیلو گوشت لحم و 10 پاره گوشت قبرغه ده. گیر. دفتر را نیز برار. چقدر قرض داشته باشم بگو که پرداخت کنم. салим ҷон, барои як оила шудан мо ба модар ва падар эҳтиёҷ надорем. мо ҳарду ба якдигар модар, додар, апа ва падар шуда метавонем. розӣ ҳастӣ? гӯш кун, ҳама чизро ислоҳ мекунам, ба ту ваъда медиҳам. ба модарам бовар накун. чӣ хеле ки гуфтам, минбаъд ӯ нест, мо ҳастем. танҳо мо ҳарду ҳастем, ба касе эҳтиёҷ надорем. ба ту ваъда медиҳам ки туро аз барам дур нахоҳам кард. ҳама чизро ислоҳ мекунам, ҳама чизро обод мекунам ва ҳарду танҳо ҳарду ҳамон оила мешавем. ҳарду ҳамон. туро дӯст медорам Салим, туро сахт дӯст медорам. بخشش بغیر از تو کسی ندارم که زنگ زنم. به یاری تو احتیاج دارم. آیا کلید نداری که تق تق میکنی؟ من با تو حیرانم زنک. اگر دیگر زن می بود در کجایی که غلطم اونجا رو قصر میکرد. پای افضل را بده. تو خرید کردی؟ با چی چنگیز؟ با گوری آچت، با گوری آچت. من بر این مرد برای چی با تو بر این زنی به عقل زندگی میکند نمیفهمم. سبحان الله.
اینها چیستن چنگیز؟ در منطقه ترکیه چریده است و گوشت قبرغه آن است. مربای تازه کیسری، پنیر کهنه از ارزروم آمده است، پنیر علفی از منطقه وان و حسیب، یکی از قیمتترین. میدونی چی؟ اگر کمی با سودا ارزان میکردم با پول این اسب پایگه میخریدم. چنگیز اینها بسیار قیمتند. تو حالا سراسیمه نشو. از ماهیداران نروژ ماهی سام. ماهی سام؟ با چی اینها رو خریدی چنگیز؟ با بوسه. با چی میخریدم نابکار؟ با پول. انا بین. اینقدر پول رو از کجا یافتی؟ از خواجه خیزر گرفتم زنک جان. از کجا میافتم؟ از آن بازی هایی که هنگام تماشای آن تو لبانت رو کج میکردی. بازی کردی؟ من بعد بازی نمیکنم گفته بودی کو؟ بسیار سفسطه گفتم مرا عصبی نکن. بازی نمیکنم گفته بودی چنگیز. تو خوراک دائمیت را بخور، من باشم اینها را میخورم. مادر این شام گوشت میخوره. گوشت میخوریم دخترم. بگیری نش از آن توست. دلت چیزی که خواهد خر. دختری زردم. این چی بلا بود که به سرمون آمد. آن پول امید یگانه من بود. فؤاد آرام شو. پلیس جستجو میکند، اما ما هم باید کمی فکر کنیم. شاید اجاره دهنده نگرفته باشد برای آنکه آدمی خوب گفتی. همش هنگامی سلیم رو گذاشته با بالا رفتن شد. شاید در راه هنگامی با اجاره دهنده رفتن افتیده باشد. ندونم. همش خطاگی من است. باید احتیاط میکردم. الوان، خدا خواهد پول یافت میشود. اگر نشود هم دنیا به آخر نرسیده است. گوش کن، اگر خواهی من به تو کمی قرض میدهم، بعد یگان کار یافته کار میکنی و آهسته برمیگردانی. قبول کرده نمیتوانم. باری دیگر از من پرسان نشه. باید کار باشد صحبت میکنیم. اما درد کلونی من فرزندانی منند. سلیم هم رفت. با کجا میروند؟ چیکار میکنند؟ چی طور نگاه بین میکنند؟ آرام شو الوان. کودک به یگان جا نرفته است. در دستی اپاش است. فهمیدی؟ لبای من. فهمیدم. انتظار شود میآیم. مزاجم یک دعوای پرماجرا دارد. مالش هیچ گپ نی. اینطور باشد بعدا در تماس میشویم. برای یافتن کار من هم کوشش میکنم، اما بسیار غم نخور. مالش همش خوب میشود. مرحمت خواهرم. سلامت باشید. قوتی کار امکی رمزی. قوتی کار. تشکر. تو چه حال داری؟ خوب هستی؟ خوبم امکی رمزی، خوبم. من 1 کیلو افلوسون میگیرم و 2 کیلو سیب، 2 کیلو نوک و 2 کیلو دیگر لیمو. ما لیمو نداریم پدر. حاضر از همسایه گرفته میارم. سرکان با اسرا نیکو میکنن. از این خبر داری؟ سرکان پیامک فرستاد. من از فاتحه شدنشون خبر نداشتم. تو از یگان چیز خبر نداشته ای؟ میدونی که چی ها شد؟ سرکان اسرا رو به کاپادوکیا برده. در پوفک هوایی با او تکلیف آیله دار شوی رو کرد و باز گفته است که اگر نگویی خودم رو از اینجا میپرتایم. به حق بوده است. همسالانمون هم یک آیله دار میشوند. سالی آینده علی برای خواستگاری سرای می اومده است. نوبت به تو هم می آید. این خبرها دروغ است. با آوازه های مردم باور نکن. سرای با علی چیکار دارد؟ هفته آینده آیله ما به ده می روند. هنگام نیکو به تماس برایم یک جای می رویم. می بینیم. از تو 15 لیره. مرحمت دخترم. تشکری زیاد. بیایید اپا بیایید. تشکری زیاد. خدا یارتون بود. با پدر و مادرت سلام رسون. میرسونم. دختری خوب است، به من پسند است. در بین چیزی نیست، یگان گپ نیست، اما به تمامی محله آوازه کردند. حتی این دختر هم خبردار شده است. اومده به من میگوید که علی برای سرای به خواستگاری می آمده است. خیر چی شده است؟ آخر فکر کنید پدر،
نام سرای رو آوازه میکنن. نه، فکری تو خطاست پسرم. چه خیلی میگویند با یک دختر 1000 خواستگار میآید و نصیب یک کس میشود. این کارها عیب و گناه ندارد پسرم. پچق نکن اپا، تو را پچق کنن میفورد. این جای ها را با پوسیده ها پر کرده ای. آخر پول میدیم بیمان که چیزی خوب خریم. خدایا توبه کردم. کمتر دیگر مونده است. بین رسیدیم. حالا من برای تو خوراکی با مزه را میپزم. با آبی گرم حمام میکنیم که بوی مشک میشوی. فهمیدی؟ میدونم که خنک خوردی. کمی صبر کن. مالش. دیدی رسیدیم. حاضر در را میکشویم. سرای؟ سلیم در اینجا چی کار دارد؟ ینگم در خونه است. در خونه است؟ مادر دخترم تو به کار نرفتی ها؟ سرای سلیم اینجا چی کار میکند؟ ینگه خونه درایم که سلیم خنک خورد. من در خونه همش رو میفهمونم. مالش بیا جونی من. بیا سلیم جان. شنیدم به خونه سوزان برده است. او دیگر به خونه خاله‌اش نمیرود. با او چطور نگاه بین میکنند. من کارم حل شده گفته بودم که به این احوال گرفتار شدم. اکنون او را به تو نشان نمیدهند. اپای الوان باز به نزدی درش نروید که به قرارگاه پلیس میبرند. خدا نگاه دارد باز زندانی نشوید. قرارگاه پلیس مهم نیست، اما راحتی سلیم مهم است. سر روزانه در خانه نمیشود. درست میگویید. اکنون چیکار میکنید اپا؟ کار میدارم. خانه اجاره میگیرم. باز یگان کاری دیگر میکنم. خیر در کجا میستید؟ نه میخوام بگویم که در خانه ما استید اما احوال رو میدونید. نه یک چند شناسا هستند. خانه آنها میروم. من باید تلفن رو خاموش کنم. موسیه فهمو احتیاط شوید. مالش خدایا مددگارتون بود. دادر جان یگانم زود می آیم. مالش زود می آیم. من طاقت کردن نمیتوانم. با کودک بیمار مشغول شده نمیتوانم. مادر جان آروم شوید. شاید برای مهمانی آمده باشد. باز گرفته میبرد. نه گوش کن چی میگویم. اینها این کودک بیمار رو به گردن ما بار میکنند. من باری دیگر میگویم که این دفعه تا باوردن نمیتوانم. انیق از این خانه میروم. ینگه کودک رو از دست خاله‌ام میرال گرفته کوچه به کوچه دور میزدند. نگاه بین کرده نتوانستند میگویند و من شبانه در کجا ایستاده گویم جواب نمیدهد. خیر همین طور از دستانش گرفته به خانه آوردم. نمیخواهم که در نزد او ایستد ینگه. نمیخواهم که کودک کوچه به کوچه سرسان شود. کی نگاه بین میکند؟ من. چه خیلی نگاه میکنی؟ آخر تو سحر به کار رفته بیگاه میآیی. یک یا دو ماه بعداً من یگان حجره رو به اجاره میگیرم و میکوچم. مادامی که از ما جدا شدن میخواهی برای چی اینقدر انتظار شدی ها؟ تو فکر میکنی که مستقلانه زندگی کردن آسان است؟ پول کار کردت رو برای دادرت خرج میکنی یا اینکه پول اجاره رو میسپاری؟ به فکر من بیهوده گپ میزنم. آخر عمکتون شما رو نگاه بین میکند. ریسک ما رو کم کرده اجاره پول شما رو میسپارد. همین طور نه خود این طور شود ینگه. یک دقیقه من همین رو نفهمیدم.
اگر سلیم من بعد اینجا زندگی کند بعد چی میشود نفهمیدم. کنی جواب ده؟ کی سلیم رو نگاه و بین میکند؟ من یا گلسوم؟ چی؟ گلسوم؟ من خودم رو نگاه و بین کردن نمیتوانم. با سلیم شما دیوانه شدید مگر؟ بگردنی ما آویزان نشوید. فراید دخترم، فراید. دستمون رو دادیم از اورینج میقپید. بس از همش به دلم زد. گریه نکن، گریه نکن. گریه نکرده با امکت همش رو نقل کن. بگو که چقدر بگردنی ما بار شدید. چی گپ است؟ سرای؟ گپ زن. با امکت گپ زن همش رو. چرا خاموشی؟ باز چی شد؟ گپ زن سرای. سرای چی شد؟ کمی پیش بلبلکت میخون. با امکت گپ زن. چرا خاموشی؟ شما منو سرای رو تنها بذارید. بیرون بروید. گذر دخترم شین، گذر. خدایا توبه. اینها مرا میکشند. من با رمزی آیله دار شدم. تمامی اولادش به گردن من بار شد. آخر چی گپ است؟ اون کس به من فهمونه. چی شدنش رو من نقل میکنم اکا جون. این سرای هنگامی اومدن سلیم رو گرفته اومده. میگوید که من بعد سلیم با ما زندگی میکند. من به شما میگویم که من تگ این کودک رو توزیع نمیکنم. شما خود چیکار کردنی باشید کنید. همش همین است امک. برداشت کردن نتوانستم. چی طور نگاه و بین کردنم رو فکر نکردم. ینگم راست میگوید. اکنون چیکار میکنم نمیدونم. اگر نخواهید و عصبی شوید من سلیم رو گرفته از اینجا میروم. با کجا میروی دخترم؟ آیا رفت و گلسوم رو با کجا میپرتایم که تو سلیم رو پرتایم؟ شما برای من امانت رحمت اکام هستید. من که اینجا باشم کجا میروی؟ اما خیلیت که هستید. حاضر یگانه علاج آرام کردن ینگرد است. شاید یگان کودکبان میگیریم. علاجش رو میابیم. اجازت هست؟ بیا پسرم. امک جون من از کار میبرایم. پول هم طلب نمیکنم. هم سلیم رو نگاه و بین میکنم و هم کارهای خونه رو اجرا میکنم. شاید کار ینگم و گلسوم رو سبک کنم. لازم نیست. من یاری میکنم پدر. ما سلیم رو یک جای نگاه بین میکنیم. آفرین شیر بچم. گلسوم حالا نمیداند اما با گذشتن وقت حتما میفهمد. رفیق امروز هست اما پگاه نیست. اما خش تباری باید چنین نباشد. شما اکا و خواهر هستید. از این ریشه پرقوت هست. من سلیم را یک خبر گیرم. مالش. پدرت دوان آمده دختر داشتم گفتنش را تال در یاد دارم. پس از مرگ طاهر در این خانه چی عذابها رو کشیده همش را میدانم. یعنی گفتن میخواهم که هر انسان میخواهد که در خانه خودش باشد. البته اینجا خانه توست. یعنی اما چخیر گویم انسان میخواهد که خانه خودش باشد. از آن خودش بودنش را میخواهد. میفهمی؟ امک جان آیا من درست فهمیدم؟ شما میخواهید که من و سلیم رو از همدیگر جدا کنید؟ نه دخترم تو مرا خطا فهمیدی. من اینطور نگفتم. من مفصلتر میفهمانم. آنها تو حال درباره چی گپ میزنند؟ مادر جان هیچ چیز شنیده نمیشود. اما من به شما میگویم که این دختر مرا به پدرم بد میکند. همش همین. به خدا من به آنها اجازت نمیدهم. بس است. یک طرفی است. از محله کانه ما اکای حسن است کو. رمزی چی گپ است؟ در خانه خودم مرا با یک کنجک تیله کرده خودتون در اینجا به حضور صحبت کردن نشسته اید. اگر اوجیان باشد من همسرت. حیفی تو بر این زن سوزن.
حیفی تو بر این زن. در نزد کودکان مرا نفهمیده گپایت را بین. یک چیز را نفهمیده گپ میزنی. نفهمیده؟ چرا نفهمیده بوده؟ شما مرا غیبت میکنید. دیگر یک کلمه هم نگو. پدر جان بس خاموش شوید. اینها کودکان همین خانه، دل شکسته نکنید. بس مادر جون یکتایم گریه نکن گوش کن تو دمه که در نزد عمکم باشه با ما هیچ چیز نمیشود فهمیدی؟ هرگز نترس کسی رو نیز گوش نکن من دوی ما یک جای هستیم مادر نازلی زودتر. بله با کجا می رویم؟ اگر گویم سورپریز نمیشود. سورپریز؟ کو با ماشین سوار شو. تزمه رو ببند. تو هم بسیار زحمت کشیدی پسرم. تو اینجا سرسون شدی. کمی هوا خنک شده است گفتم که پسرم در حال خواطر شد. چه ها میگوید خاله جان؟ آخر شما تاجی سری ما هستید. کم نشو سلامت باش پسرم. فؤاد چه حال دارد؟ میداند که من غمگین میشوم برای همین نمیگوید. بازنش چگونه مناسبت دارد؟ خوب است شما تماما خاطر نشوید. خوب نیست. من میدانم که خوب نیست. من پسرم رو از نگاه و آوازش میشناسم که فؤاد بسیار غمگین است. شخصی عادت کرده عادتش را ترک نمی کند. ایسون می خواهد که خود نشان دهی کند، اما پسری من چشم و دلی سیر دارد. یک دیگر را نمی فهمند و یک دیگر فهمی هم نمی شود. من با برابر خواستگاری رفتن درک کردم. مادرش آیدی مال و ملک، شان و شهرت، سخن میران و من فؤاد گفتن پسرم تو با اینها چطور عادت میکنی؟ چی خیلی که میگوین مادرش را بین و دخترش را گیر، لیکن ما به این مقول عمل نکردیم. حکای رمزی چایت خنک شده است. چای گرم آوردم. تشکر. سلام علیکم رمزی. و علیکم السلام. مرحمت بشین. عثمان یک چای دیگر بیار. تو به قهوه خانه نمی آمدی؟ تو را دیده حیران شدم. نمیدانم حسن، نمیدانم. ای خدا. رمزی این بسیره علاقه دارد. تو با او صحبت کردی؟ یا نیتمان رو به ینگه گفتی او ناراحت گردید؟ نه دخل ندارد. از کار و باری خودم غمگینم. آید با اون مسئله به من یک دو روز مهلت ده. با زنم و دخترم صحبت کنم، بعد به تو قرارم رو میگویم. خوب رمزی، انتظار میشوی. اگر از ما یگان کمک لازم باشد شر نکن. آخر ما بیگانه نیستیم. کمک میکنم. سلامت باش. تشکر. نوبت استرایک است. تا با میبینیم. بین تو تمام. زود بین
تمام شدنی من همین های است. بی تو من چیکار کنم؟ اکنون بینید. آها سایک شد. چخیل بوده اصلا؟ چخیل بوده؟ بیشتر تو توپ را برداشتن نمیتوانستی، برعکس توپ تو را میبرداشت. حالا باش استرایک میزنی. تو کی کدام شده که من پیر شدم؟ این خیل نگوید، تا حال جوان و زیبا هستید. همین خیل میگویی؟ بله. اینجا بیا دختر جانم. گاهی چون سخنها را به من بگو که شنیدنش گوارا است. خوب شده است. بازی رو دوام دهیم؟ بسیار میخوام، اما در خانه بیاد و بابایت انتظار. درست به من هدیه میدهند. مثلا شما همه توانید هدیه‌تان رو تقدیم بسیار کنید. میخواهم، اما باید اول تارت را ببری. ای تمام، من دستم را شسته میآیم. مایلش زود بیا. این را همین خیل میمونم و وقتی خوب کردم به زمین میگذارم. برایت جای تنگ نشد؟ یعنی اگر رفیقانم بیایند اینجا برای رقص کردن خیلی تنگ میشود، اما باز اگر من برای پوشاندن کورپای سلیم اویم. مایلش چیکار میکنیم؟ مجبور صبر میکنیم. سلیم رو هیچگاه از خود دور نمیسازم، هیچگاه. تا با پا خسته بازی کردنش ترک نخواهم کرد. حسن نیت علی معلوم است، اما من دختر را باید بپرسم. این چونین باید با ینگه‌شم صحبت کنم. چرا به خیال فرو رفتم؟ نه سرای، اگر روزی تو اویله‌دار شوی سلیم رو من با خود میگیرم، فهمیدی؟ اویله‌دار شوی چی ها میگویی دکه؟ پسری آن فروشنده محصولات روزگار است که علی میخواست است که با تو اویله‌دار شود. احمق. اویله‌دار شدن میخواهد؟ من هیچگاه اویله‌دار نمیشوم، هیچگاه. گوش کن، من یک اویله‌دار شوی رو دیدم که زن شوهرش رو کشت. نه به شوهرش نه به کودکانش رحم نکرد. برای همین کسی به من اوید اویله‌دار شدن گپ نزند. آخرین در اختیاری توست، پس اهمیت نده. راست میگویی، نباید اهمیت داد. میدانی چی میگویم؟ چی؟ در اینجا یک قوطی گذاریم و
либосҳои салимро даруни он мепартоем. қутии либос? бале. мешавад? ёфтам. سرم میکفد. مالش ده دخترم، مالش ده. باز دردم خروج کرد. میمورم. این چیکار میکنه ده؟ دخترم حاضر به او میفهمونم. دخترم چی گپ است؟ وای سرکم، وای سرکم میکفد. وای میمورم. بین چه خیل است؟ بسیار خوب. بله. با درونش لباسهایش رو میمونیم و با بالایش رو پوش کنیم قوطی لباس میشود. بسیار خوب. تو آماده کن، من رفته سلیم رو میارم، اون نیز ببینه. خوب. تو چه حق داری که این رو میگیری؟ گلسوم. آخر وای در بالای بام بود و من چیزهای در درونش بوده رو. در درونش چیزهای مکتبی من بود. تو خودت تیست یا؟ چی حق داری که از من نپرسیده چیزهای من رو میگیری؟ اینجا چه گپ هست ها؟ پدر این قوطی از آن من است و او از من نپرسیده گیری. اما چیزهایش رو در درون دیگر قوطی ماندم. این خود زیر چند تو چی کار داری؟ تو چی کار داری ها؟ گلسوم بس است. و تو هم بس است کن. برای چی باری هم طرفی من رو نمیگیری؟ برای چی همه طرفداری این دختر است؟ پدر شما یگون چیز گوید؟ تمام بس کن، دمت رو گیر. با من ده این رو گیر. با پرتو تستر. بر زود باش. پدر رم شد کفایه؟ آرام شدید؟ شما به مانند انسان با هم مصلحت کرده نمیتوانید. تو چرا نپرسیده میگیری دخترم؟ تو باشی شرم دار. برای قوطی ناچیز غوغایی کرده را بین. سلامت باشید پدر. در حقیقت سلامت باشید پدر. من دختری شمایم. باری طرفداری من شوید. یک مرتبه من رو طرفداری کنید و از طرفداری این دختر دست کشید. نه، من چیزی رو نمیفهمم. بس است. مادر، من پدر و حکم رو من فهمیده نمیتونم. چرا دائما سه رای رو دستگیری میکنن؟ هستی و نیستیشون سه رای است. این دختر از من نپرسیده اشیاهای من رو میگیرد. این خانه از آنی من است یا از آنی وی؟ من این رو نمیفهمم مادر. نه اگر پسر و پدر فرصت موافق را یابند ما را میرانند. گوش کنید مادر، من به شما میگویم که اگر این دختر با دادرش از خانه نرود من خودم میروم. به خانه خالش میرود یا یگان جای دیگر برایم فرقی ندارد. سیخ نشب آنها رو میرانیم. مادر به شما هم باوریم نمیآید. ای خدا این چی روز بود؟ ای خدا میرال میدونی چی فکر دارم؟ نمیدونم چینگیز. فکر تو رو فهمیده نمیشود. زهر نزده گوش کن. کنج کوچه رو جای فروش آش کنیم ها؟ پلو با گوشت مرغ. بله دخترم، پلو با گوشت مرغ. مادرت یک دیگ برای تو و یک دیگ دیگر برای فروختن میپزد. این هم باز به عروبه چهارمغز سخت سالی گذشته مانند نشود. از اکای رمزی برای عروبه پول گرفته آن پولها رو به قمار صرف کردی. نه چهارمغز سخت نفروشیم برای آن که من دوست نمیدارم. آیا من با خواهش خودم مفلس شدم؟ آخر نصف چهارمغز سخت رو این دختر میخور. کودک رو برای فروش چهارمغز سخت عهده‌دار کرده خود در قهوه خانه وقت میگذروندی چنگیز. باز چی میشد؟ برخیز دخترم، با پدرت یکو بیار. بشین دخترم بشین، من میارم. حالا میبینم که از دستت چی میآید. این مادرت از کو؟ اگر به من مانع نمیشد من ثروتمند میشدم. پدر دکانی پلو فروشی کشایم التماس. میکشایم دخترم و مادرت هم خبردار نمیشود. بخور فربیحک خودم، بخور. آه زردکی من بخور. خالم الوان پلوی نخوددار میکرد، از آنی ما هم همین خیل شود. خالت الوان پلو نخوددار پخته بود و کتش خورده ایستاده است. روزها بسیار تیز میگذرد. زاد روزت مبارک باشد دخترم.
عمری دراز پربرکت بینی دخترم. جانم عمرک دراز شد. بیبی جان تشکر. گوشوار، یکی از گوشوارهای دوست داشته ای من. تشکر بیبی جان. اینش از من. ببین دستگاهی عکسبر داری؟ با این صورت میگیریم. بله این اصیلش. اکنون تخمین کن که بابایت به تو چه هدیه آورده؟ سورپریز یعنی. انا ببین باوریم نمی آید برای من ماشین خریدن. اینجا بیا نبیره عزیزم. پدر شهادتنامه رانندگی نزلی را گرفتند. 3 ماه از ماشین راندن محروم کردند. پدر جان دخترم گوش کن با تو صحبت کردیم نمیرانی. آیسون آخر من از تو پرسیده بودم. وای پدر نگفتی؟ کاش که کودک رو نمیرنجاندی پسرم. مادر شما هم میدانید التماس. خیر من با او صحبت کرده او را آرام میکنم. لازم نیست باز شما هم ارکه نکنید. تو چیا میگویی؟ ما بابای نبیره همدیگر را میفهمیم. یک طرف است. با پدرم کمی مناسبت خوب میکردی. مگر مسئله فرزندانم این طرز نکنید. حضورمان رو بیرون نکنید. نه نمیشود ترکان مادر جان. فؤاد بهانه کرده همه رو میرنجاند. اما من میدونم که تو برای چی این کار کردی. برای چی بود است؟ در نزد هدیه پدرم هدیه تو هیچ بود. برای همین این طور کردی. فؤاد پسرم برای من تاکسی جیغ زن که من را برم. مادر جان نمیشود. من شما را میبرم. پدر عذر میخواهم بسیار منتظر نشدید. نه گذارشین. تو حالا فرصتی داره که پدر و رفیقانت را انتظار کننده میتوانی. فرصت؟ چه خیل فرصت؟ فرصت گفته مدتی تا آیله دار شدنت را در نظر دارم. آن وقت بیاید یعنی آیله دار شوی انتظار شونده دائما تو میشوی. با فکرم این طرف های خوب هم دارد. یعنی شخصی را انتظار هستی. حالا یگون چیزی انیق نیست اما کوشش میکنم که انیق شود. کوشش میکنی؟ بله اگر تو را اینقدر مجبور کرده باشد معلوم است که شخصی مهم است. او زیباست؟ بسیار زیبا، مثل فرشته است. شیری پدر بیا. خیر من او را میشناسم. نه نمیشناسید و امکان شناس شدن را نیز ندارید. چی؟ و از کجاست؟ از خارج است؟ ترک و از همین جاست. سرم میدونی که من پرسجو کردن این چیزها را خوش نمیبینم اما مادرت میدونی که اگر فهمد میپرسد. پدر جان اگر مادرم فهمد در حقیقت دیوانه میشود. در حقیقت دیوانه میشود؟ چی؟ او در روزنامه ها نام برآورده است؟ نه اینطور نیست. دختر پیشخدمت است. پیشخدمت؟ بله پیشخدمت. بله راست گفتی. مادرت در حقیقت دیوانه می شود. به خاطر دختری یافته. جناب اکرم مهمانخانه را با نرخ خواسته ما به کسی دیگر می دهد. ما باشیم فرق را به صورت حساب شریکانه خود می گذاریم. بعضا فکر میکنم که باید از تو بترسم اما باور کن این ترس رو بسیار دوست میدارم. کنی دادر جانم. میگذرد یکتایم با تو وعده میدهم که همش رو صحت میکنم. می بعد من در برد هستم فهمیدی؟ پگاه باز همراه هستیم. یک جویا نهاری میکنیم.
баъд акай рифат ҳам меояд. боз бидон ки дар хона ҷанҷол ба охир расид. шунидӣ амакам чӣ гуфтанд? ман ҷиянамро ҳеҷ гоҳ тарк намекунам. ту ҳаргиз ғамгин нашав. ҳаргиз худатро бегона ҳис накун. инҷо хонаи амакамон мебошад. агар падар надошта бошем ҳам амак дорем. ӯ моро доимо ҳимоя мекунад. серай ист ман худам мекунам. намешавад акай рифат. охир мешавад. ин кори мардона аст. ту берун баро, ман мекунам. хайрат ки ҳастӣ. амакам ва туро дида чӣ тавр оила шуданро ба ёд меорам. хайрат ки ҳастед. серай ман доимо дар барат ҳастам. танҳо ба ман бигӯ. ман фақат донам ки ту ба чӣ эҳтиёҷ дорӣ. фаҳмо? шаби хуш додарҷон. салим инҷо биё. ана ин хел. опа. езак чӣ инҷо меҳмонхона аст? бубахшед. انسان بسیار خطا میکند. بسیار. الوان را زنی خوب میدانستم. همچون خواهر قبول میکردم. اما خطا کردم. کودکش را نگاه بین کردن نتوانسته است. مادرت را هم زنی با وجدان میدانستم. حالا از من راندن کودک را انتظار. شما چی کاری از دستتون آید کردید؟ دیگر خود را گناهکار نکنید. نه این طور نیست. به چنگیز پول دادم اما باری هم خودم جیانم را نگرفتم. آب بازی نکناندم و نپوشانیدم. هیچ کار نکردم. اگر میکردم احوالش را بر وقت‌تر درک میکردم. فکر کردم که خاله‌اش از من هم خوبتر نگاه بین میکند. خود را فریب کردم. انسان نباید خودش را فریب کند. خود را تعریف نکند و دروغ هم نگوید. خدا رو شکر که نهایت آمدی. خواب رفت؟ چی؟ نزلی خواب کرد؟ نمیدونم. با پدرم صحبت کرد و نمیدونم که آرام شد یا نه. باز تو چرا؟ تو هم کمی آرام شو. بعدتر صحبت میکنیم. با کجا؟ شب خوش. شب خوش.
فضلی گوش کن. میدانم که تو آن ماشین را چقدر میخواهی. وقتی که از دستت گرفتن چقدر غمگین شده این را نیز میدانم. از من بسیار رنجیده این را نیز میدانم. بسیار چیز را میدانم، اما دانستنم چی فایده دارد؟ گفته بپرسی. هیچ. پدر روز تولدم رو برباد دادید. مادر و بابایم رو رنجاندید و مرا نیز میرنجانید. چرا ما را میرنجانید؟ چرا این کار میکنید؟ برای آن که فکری تو را میکنم. فکر کن که آن ماشین را گرفتی و راندی، اما شهادتنامه رانندگی نداری. به صدمت دچار شوی، به خود یا به کسی دیگر ضرر رسانی، چی میشود؟ آن وقت چی میشود؟ در این باره فکر کردی؟ بابایت اینها را فکر نمیکند. مادرت را باشد خوب میدانی در آخر کی میماند؟ همچون انسانی بد در نزد تو تنها من میمانم. این طور باشد نکنید پدر. اگر من خرسند شوم شما هم خرسند شوید. التماس التماس. میخورید؟ نه تشکر. الو؟ چی خیر؟ در کدام بیمارخانه؟ فهمو من زود می آیم. اپای الوان در کجایید؟ اپا زود بیایید. از درد میمیرم. با تو چی شد آسیه؟ میونم شخ شد. حرکت کردن نمیتوانم. همین در جویم موندم. از درمانگاه نآمدم. التماس به خانه بیایید. سوزندار رو داریم اپا. مالش حاضر میایم. صبح بخیر. صبح بخیر.
این شب صحبت کردن نتوانستیم. بله، چون که وقتی که من به خانه آمدم تو در خانه نبودی. با تو گفته بودم که با دخترها بازی میکنم. بعداً صحبت کنن چطور گذشتن وقت رو درک نکردیم. خیر، شما چیکار کرده؟ پدر و پسر صحبت کرده توانستید؟ بله، کمتر. تو حال اویدی صدمه گپ میزند؟ بله، گپ زد، اما سیاه شدن کودک را تسکین داده است. آهسته آهسته فراموش میکند. امیدوارم که این سیر تا آخر مخفی میماند. میماند. تو فکری خوب کن تا که خوب شود. اگر بار دیگر عاشق میشد. با فکرم عاشق شده است. کسی رو دوست میدارد. چی؟ اکرم، آخر این خبری عالی است. برای چی از اول نگفتی؟ کی بوده است؟ چی کار میکند؟ یگان چی گفت؟ از روی گفت خودش دخترک پیش خدمت بوده است. چی؟ پیش خدمت بوده است؟ فکری خوب کن تا که خوب شود. بیایید مردم، بیایید و بهترین میوه ها بیایید. انا 2 کیلو. مرحمت. تشکری زیاد. باز بیایید. خسته نباشید. تشکر. بیا با من چای ده. بیایید، نوک‌های تر و تازه بیایید. پدر، من با سرای گپ زدم. آن موضوع رو. موضوع چی رو؟ مسئله علی رو؟ او نمیخواد پدر. صحبت کردن هم نخواست. زود گپ رو به دیگر سو برد. تو برای چی این کار رو کردی پسر من؟ این موضوع ها رو هر وقت گپ زده نمی شود. هر کار راه و روند دارد. اگر کاری تو می بود می گفتم که رفعت رفته با سیرای صحبت کن. همین خیلی گفتم. توبه. تو چرا سراسیمی؟ حسن با کرنه سرنه به خانه آمد. چرا غضبی می شوید پدر؟ سیرای نمیخواد، مجبور میکنید. البته مجبور نمی کنیم، اما این کار آدابی خود را دارد. مایلش، من تکرارا پرسان می شوم. آخر پدر، او نمیخواد. شما بهترش با اکای حسن گپ زنید. این کار نمی شود گویید. باز به نزد ینگه الوان نرود. الوان نگو. الوان کیستن؟ نامی او را نگیر. الوان کیست که حسن به نزد او رود؟ او کی می شود؟ فهمو پدر. خیر، تو به خانه رو. بدتر می روم. پیش از برآمده رفتن سیرای می روم. صبح بخیر. اوه، صبح بخیر. اینجا است؟ بیا با آفیس روید. نه تشکر، امانتتان را آوردم. فؤاد، من آن ماشین را برای نبیرم خریدم. میدانم، من همچون پدرش نمیخواهم که آن را راند. این عیب نیست مگر؟ این را کاش که پیش از خریدن ماشین فکر میکردید. پس از 3 ماه نزلی شهادتنامه رانندگیش را میگیرد. 3 ماه به درس ماشین رانی میرود. اگر من برانده توانستنش باور کنم، بعد ماشین را از شما میگیرد. تا آن وقت این بازیچه در توقفگاه پرماشین شما میایستد. روزی خوش. مادر، میدونید که این زن چقدر جوان مانده است. این زن هر سحر برایش نقاب اوکادو میکرده است. ما هم میکنیم. ای بیامان، نقاب بهانه است. آنها درد و غم ندارند، برای همین پیر نمیشوند. بله، درست است. ای خدا، گلیم رو نوشسته بودم آخر. فهمای انگا زود تازه میکنم. زود
به خدا که من در این خانه دیوانه میشوم. مادر در اینجا ایز میمونده باشد. دختر تو چیکار میکنی؟ مگر والتای کاسه‌شویی گلیم را تازه میکنن؟ خدا من دیوانه میشوم. آخر من زود میشویم. لطه را نشوی، بلکه برده پرتو برده آن را. خدا کدام دیوانه با لطه کاسه‌شویی گلیم را تازه میکنن؟ مایلش بعد از کار برآمدم از اینها یک چند تا میخرم. نمیخوام که خرید. با من لطه خریدن لازم نیست. گویا که من برای لطه یا پول گپ میزده باشم. دخترم 3 ماه است که به تو مادری میکنم و کوشش میکنم کار را به تو یاد دهم، اما چه فایده؟ از این گوشت میدراید، از گوش دیگرت میبراید. چخیل باشم من بسیار خوبم. ها ناز کن. جناب عطیف حسابات 6 ماه را پیشنهاد کن گفته بودید. نشان میدهم. استانبول، انتالیا، بودروم. این رو همین طور بیمون که برای موسم نو روی خطی نو می آید. خوب از نو باز به شما دسترس میکنند. باز یک چند فروشنده طلبگارند. اگر نمیشد حیران میشدم. تشکر. تا حال پیامک ننوشت. مادر جان این سراینده کی از شوهرش جدا شد؟ بینید در زیر می نویسد که کمی پس در پخش مستقیم مصاحبه می کند. این را باید تماشا کنیم. کمی پس اکر رفت می آید، اما تا آمدنش تو خوب کن. دمگیر مایلش دمگیر. بچه را به درون ندرار. گلیم آنجا قیمت است، داغ میزند. بیا جانم. نمیفهمم. نه من نمیفهمم. در حقیقت باوریم نمیآید که عطیف با پیشخدمت دختر عاشق شده باشد. در حقیقت به این باوریم نمیآید اکرم. باوریم نمیآید. بهترش عطیف را جیغ زنیم. چی بودنش را کشاد رفشن بفهمید. اینجی سفسطه نخواه. عطیف کودک نیست و تو بیهوده جنجال نکن. جناب اکرم حقند خانم اینجی. در جوانی همه ما شور شف داشتیم. همینطور نیست تنیر؟ تنیر تو این دختر رو تفتیش کن که کیست، از کجاست، چی مقصد دارد، چی میخواهد بدانیم، یا اینکه از جن بپرسیم. اما عطیف نباید از این خبردار شود، نباید شنود. فهمیدی؟ با فکرت در این باره با جن باور کنه میشود؟ نمیشود. من با دیگر راهها تفتیش میکنم، چون که عطیف و جیم دوست نزدیکند. اینجی مرا گوش نمیکنی، ولی من باز میگویم که به عطیف دخالت نکن، در حقیقت دخالت نکن، وگرنه ما او را از دست میدی. اما هم تو چای ده. مرحمت ناک 2 لیره شد. برادر ما دو چای ده. 2 لیره شد. 2 لیره شد. ادوکات زنگ میزند. 2.5 کیلو. مرحمت اکا. لبای جنابی ادوکات. سلامت باشید. من هم به شما زنگ زدنی بودم. کاری ما شد. خدا خواهد این قاتل را حبس میکنید ها؟ مشکلی نیست، بشرنامه امضا میکنم. 6,000 لیره
جناب ادوکات شما چیکار کردید؟ آخرین بسیار گران. مایلش کاری کرده این مسئله رو حل میکنیم. پسرم با من 3 کیلو بیهی برکش. گیرید وزنین تر شد. جناب رمزی اروان آزاد شده است میگویند. به دوزخ رود. او را باز حبس میکنم. اوه چه خیلی بوی خوش دارد. پول میدان نداری؟ دیگر نیست. 200 لیره دارم. ندارم اکای رمزی. من دارم اکای رمزی. غیر از تو دیگر کم دارد. انا 1 کیلو. 2 دانهش خودش 1 کیلو میشود. بیهوده گپ نزن، نخود 2 دانه 1 کیلو شود. zaten tadına doyamayacağım. Bak hop. Tamamladım. Tamam. Haydi. Çok güzel. Kolay gelsin. اکای رمزی این زن با کر و فر به بازار آمده است. من چند بار گفتم که تک تکی پای من نگرد. با من روبرو نشم نگفته بودم. چند بار آخر به تو گویم.